سلام علیکم یار دوستان. من یک مغازه کهنه آیا مغازه و مصطفی دو میگونی نه، اینی اسرار خوجه بچه حاج فیضلا خوجه تمام چیز داره. از سوپرمارکت های شهر هم عقیب نمیمونه به فکرم. زمانوی همه چیز دسترس با نرخ ارزان. این داخل دوستان دختر چه چیز میگیره؟ گوشت؟ راخوجی خلب چند سوم است راخوجا؟ همین خلبی بیلیه؟ همین باینش پول قنادی و شیرین های کلچه خند تمام چیزا هستن. من این سوابی دوکم چی باش مویه؟ اصل 300 گرمش 12 سومون. مغز چهارماز چند سومه؟ 60 سوم کنم. یاری انقاق چی؟ بودم یک سه چند سومه؟ 130. ای روغنا چندشه دیگه؟ بکرسی نه؟ به نرخی نه؟ نه چی با؟ چند لیترش؟ 100 چند؟ 115. نازنین حاجی و حاجی مولا ابرار. این گوشی میوه ها میوه های تروپیکی هم در این دسترس نمونه. از کیوی سر کرده تا بنان تا ماندارین و لیمو انار و در زمانه پیش این چرخی در کجا بود؟ انگور. یه بادرینگ چند سومه؟ هر خوجا 22 سوم. مگزین چی نو گرفته هر خوجا؟ مگزین مایده درامی که همه هستن داره. چی پستم که گود؟ دکتر تینگه سمجد خوب است. این کلباسه ها سرویلت 70 سومون کیلوش، گویاجی ویچینا 52 سومون، مخصوص 35 سومون، سلیمی 70 سومون. توخ چند چیه؟ توخ هنوز 28 سوم شد قیمت شد. گوش چی؟ گوش 80 سوم لحم. لحمم مرغ چی؟ مرغ 33 سوم. چربیو؟ چربی 28 سوم. اینجا تورت ها ارزان پلمبیر 60 سومون. یعنی 33 بهترین ها دیا این 33 به تو کچ استمینی باور کنی. خلدست چی؟ خلدست 30 سوم. 30 سوم ناس. اینجا دونگی های مویز چند شد مویز؟ مویز زرد
چونگام نمیزه ارسکال چنده دختو؟ 10 سون؟ نه خلاصه این دکان زمانوی خدا خواهد خوجندی ها عقیب نمیمونه تمام این چیز میاد با نرخ ارزان فکرم دمی سامانیان ارزان ترنش همینجا باشه در کو اگر درون نگویم این پخته های وای چندی ها روغن قیمت شد 100 سون شده قیمتی شوید قحطی نه با قیمتی شد با میخری نه که قحطی رو بند نیاوی خلاصه همین برنج ویاتون او نرخوشون فهمیم مکران چند شد کیلوش؟ 8 نیم سون سر میشه تا 12 سون برنج 7 نیم سون کنجی یواش 9 سون میفرمون کنم 7 نیم خیلی کلینتو با 7 متر موش چی موش؟ موش 15 سون هنی چیزایی این مچه کوی لازم با کنه 9 سون گرچکی چی؟ گرچکی 19 سون شکر شکر 12 سون و خیست یا نخود چی؟ موقع 16 نقص خلاصه خطا تو دیده برون با بهاتت اگر اون جایی که نکاش استونی گاب زده باشیم یا اینکه اگر اون کمودیو باشد همتون عذر میپرسیم اگر ویدیو مقبول شده باشد اگر پادپیست لایک فراموش نشه بهترین عذر وقتی خریدارا چیم نیستن پلیس بوشده نقص بو نه از سلامت باشه باقی در امان خداوند با دعا باشه